برای اینکه جمال یوسفی خودت و حسن بی‌مثل خودت رو با سلمان قیاس کنی، مرد باش. اگر فرزند پدرت باشی در صفحات گذار که این نوار دیدم، فکر کردم که این مردک یا مست است. این طبقه با این جهل مرکب خودش تیشه بر ریشه آریایی و تیشه بر ریشه ارزش‌های ملی میزنه. چی گفتی؟ وای در کدام سرچشمه اسلامی یا غیر اسلامی اومده است؟ نشده است. این معنیش که اون ماشین وریم سوچته است. قهرمانی همیشگی ما طلبک‌بای یک ویدیو نواری پرهزیانی که پر از تناقض است و اولش آخرش رو رد میکند ثبت کرده گذاشت درباره سلمان فارسی. گویا که سلمان فارسی این خیانتکار باشه یا که خائن باشه یا خائن رقم یک باشه. من در حقیقت حیران شدم وقتی که این نوار دیدم. فکر کردم که این مردک یا مست است یا منگ گوشتاسبی استفاده کرده است یا اینکه تمپراتورش از 40 بالا رفته است. از سخنهای ضد و نقیض این تاریخ‌دان در ناخنک البته بگفت مردم خر خندش میگیرد و بوزه ورتشکش میگیرد. یعنی حال باید به حال این گریست که شخصی که دعوای تاریخ و دعوای آریایی و دعوای حمایت و ارزش‌های ملی دارد این قدر گپ‌های با هم ضد و نقیض میزنه. البته اینا دعوای آریایی کرد، ما آریایی هستم، ما این هستیم. سوال میتیم که همین نواری که گذاشته دلالت بر جهالت و نادانی و جهل مرکب این میکنه. جهل مرکب این است که انسان نمیدوند که نمیدوند. جهل ساده اونه که میدوند که نمیدوند. این دیگه نمیدوند که نمیدوند. این طبقه با این جهل مرکب خودش تیشه بر ریشه آریایی و تیشه بر ریشه ارزش‌های ملی میزنه. ببین مثلا میاد میگه که همینجا نبرد خندق است. چی گفتی؟ خندق باید کن. نبرد چی؟ نبرد خندق است. خندق؟ خندق است. خندق این از کجا گرفتی؟ یعنی نباشد از اون کتاب 5001 حکومت باشد. خندق. و تو کلمه صرف تاجیکی یا فارسی یا اون پهلوی نمیدونی که زبان خودت از زبان مادریت است. یک بار من گفتم شاید خطا کرد، یعنی که این خطاگی بعضی سبق اللسان باشه، لیکن تو در این نوار بارها کلمه خندق رو تلفظ کرد. خندق است. چی است؟ خندق است. نه، خندق که این از کلمه کنده است. خندق شکل عربی شده کلمه کندک است در اون فارسی میانه که اصلش مصدرش کندن است. کندن. تو نمیدونستیم با میوه با دهنت پر با مسخره سرات هم خیمه جنبانی هندک میگه. خندق است. و تو زبان خودت نمیدونی چه تو ارزش مادری خودت، ارزش زبان خودت حفظ میکردی، ارزش ملی حفظ میکردی با این سعادت. اگه اومدی درباره سلمان فارسی چی گفتی؟ برای اونکه مقام شامخ در جامعه پیدا نکرد. سلمان فارسی برای مقام این کار کرد؟ یعنی تو میگه مقام نداشت؟ و تمام مورخا اتفاق دارن که سلمان پدرش آتربان بود یا اینکه آتشبان بود. یعنی و پدرش در عبادتگاهی یا اینکه معبدی آتشبانی میکرد. و میدونم که دین تو طبقه بندی را اعتقاد دارد. در طبقه بندی تو این همه بلندترین مقام است در بین زرتشت. همه طبقه های سگانه اینا رو اطاعت میکنن. بعد چخیل میگه که سلمان مقام میکفت؟ چرا دروغ میگی؟ در حالی که سلمان در بالاترین مقام بود در دین شما، در موبدا. بعد اون میایی میگه که حسود بود. تو اگه فهمیدی حسود بودن سلمان؟ کی گفته حسود؟ در کدام کتاب است؟ یا بدرو بود؟ وقتی بدرو گفتی من خندم گرفت. یا اومدی درباره مظهر سلمان که شکل ظاهری چی گفتی؟ خیلی بدرو بعد از زیشت نما و بدرو. از کجا گفتی که بدرو هست؟ در کجا خونده این چیزا؟ سبحان الله، این دروغای شاخدار تو همه را حیرت میگذارن. ببین من فکر کردم که تو در همون زمان سلمان فارسی با همون شاگردای مانی نقاش نشسته، همون هربدان و موبدان و اونها رو با اینشون سلمان فارسی رو به مو نقشش میکشیده، رسمش میکشیده. یعنی نکنه در دستت یگون اپراتی کینان باشه و با اون کینان عکس گرفته سلمان رو در فیسبوک گذاشته باشه. ولی در کدام سرچشمه اسلامی یا غیر اسلامی اومده است؟ مرد باش. اگر فرزند پدرت باشی در صفحات گذار که این معلوماته که سلمان انسانی برای مقام حسدخور بود و انسانی بدرو بود. نویس که در کدام کتاب در کدام سرچشمه اومده است. اکنون برای اینکه جمال یوسفی خودت و حسن بی‌مثل خودت رو با سلمان قیاس کنی، کافی است که به همون موهای ژولیده قاقورنگی
شانه بیزار خدا یک نظر کنی بعد بین که سلمان بد رو هست یا خودت بد رو هست قیاس کنم. باز میگردم به مسئله سلمان فارسی که گویا گفتی که مقام طلب بود و این آن، یعنی سلمان برای خاطر دین حقیقت یافتن، دین حق یافتن چقدر زحمت کشید، از وطن خودش بی وطن شد در حالی که در طبقه بلندترین جامعه خودش قرار داشت، طبقه موبدان، لیکن همه اینو ترک کرد، وطنش ترک کرد، برآمد رفت اموریه. امروز تقریبا نزدیکی انقره هست، از اصفهان از منطقه جای برآمد آمد اموریه، شاگرد یک نصرانی شد، نزد درس گرفت، این کرد و کرد. بعد چند سال باز رفت طرف امروز شام سوریه. بعد از اونجا استادش گفت دیگه شخصی نمونده مگر اینکه پیغمبر آخر زمان باید از فلان جا برد. برآمد به نیتی که پیغمبر آخر زمان رو واخورد. تو اینو نمیدونست که پیغمبر آخر زمان از کجا میاد. بنابراین انسان منصب طلب نبود. اومد مدینه، یهودا گرفتن، عربا در راه بعضی راهزنا گرفتن و غلام کردن، غلام شد به یهودا فروختن. یعنی کی برای مقام اینقدر بلند در جامعه خودش ترک میکنه و در یک جایی که نمیدوند میرد بیچاره با غلام میافتد؟ مگر این انسان منصب طلب است، مقام طلب است این انسان یا حقیقت طلب است؟ تمام همین وزنی‌ها رو تحمل کرد فقط برای دین حق یافتن. انکن باز میگرده باز اون چرندیات طلبک‌بای گبرک. ببینید درباره رستم صحبت کرد. درباره رستم چی گفتی؟ شنودی که من رستم را خائنای ملت ما کشتن. اینجا خوب دقت میگه که شنونی که رستم را خائنان ملت ما کشتن میگه. یعنی این گپ گویا که سلمان فارسی به محمد علیه السلام گفته شده است. اندق باید تن بدر است همون خیلی که خائنا خندق گفتند و در زیرش چوب گذاشتن. خیلی چوبای تیز را مون. چوبای تیز مون. این ارتش مکه هجوم میکنند و در این غارها میافتند که بالا اینا خسپوش بودن، خاکپوش بودن. خب گویا که همون شکل کشته شدن نقل داره. پوش بودن و با همین پیروزی رو تامین کرد. پیروزی رو برای مسلمان رو تامین کرد. سلمان یعنی ملت خودش رو فرو. سلمان ملت خودش رو فروخت. یعنی اینجا جنگ بین عرب و عرب است. چقدر سلمان ملت خودش رو میفروخت است. یعنی اینجا که بیسوادش ببینه که طلبک بنده اهورامزدا یکی باشه که خرونولوژی وایران کرده. یعنی که همین زمان بندی تاریخی و با افسانه اسطوره با واقعیت آمیخته کرده شد اینجا. چه خیلی امروز اینجا معلوم نشد که این رستم دستان در نظر دارد یا رستم فرخزاده، چون که بعد از نقل کردن این قصه گفت به خودش خیانت کرد، به ملت خودش. روشگ طلبک هم پیش از نوار گرفتن تو منگ گوشتاس زده بودی یا مای زده بودی؟ کدامش؟ اینجا خرونولوژی وایران کرد. گفتم برای چی؟ برای اینکه جنگ خندق سال 5 هجرت بود و جنگ قادسیه جنگ سال 16 هجری بود که بینش 11 سال وقت است. این معلوم میشود که سلمان فارسی همون وقت از کجای ماشین ورمن یافتگی است و سوار شده پیشکی پریده رفتگی دیدی است که چه رستم اونجا کشته بشود. بعد همون اومده با محمد صلی الله علیه و آله گفته است که به همین شکل رستم کشته شد، ما هم خندق میکنیم رستم خیلی کشته مکه هم خیلی کشته میشه. دیگه امکان نیست که یک واقعی که بعد از 11 سال شده است سلمان چه خیلی اومده به اینو نقل کرد نشده است. این معنیش که همون ماشین ورمن سوار شده است. این به هم برداشتی طلبک بای. خلاصه ببینید این نمیده که کدام رستم در نظر دارد، خودش نمیدونه. این وای 1000 چند سال پیش مرده بله. برای اینکه اگر اون رستم دستان در نظر داشته باشه برادرش کشته است، برادر ناتنی شغاد. من این بیسوادیش نشون میده، دشمن ملت میگه. با گفتن که در اون وقت خیلی ملت‌ها وجود نداشتن به این شکل. اما اگر این رستم فرخزاد در نظر باشه این تمام شرمندگی است. چون که رستم فرخزاد گفتم بعد از 11 سال این واقعه کشته شده است. ببینیم کمتر پیش از گپ زن ورق زن. به این گفته خودت کتاب خون بگی که همراه کتاب خونه با. اما در مسئله تناقضی که ما گفتیم که اولش آخرش تناقض میکنند، آمد و به دهان پر گفت که سلمان خندق یاد داد، سلمان خندق کن. این با این نشانه خیانتش است، نشانه خیانت به ملتش است، خیانت به دولتش است، خیانت به مردمش است. یعنی کافتن خندق را همچون خیانت به ملت جلوه داد و به همین سبب که سلمان خندق کند او را خائن یکم، خائن رقم یک ملت فارس یا ملت تاجیک جلوه کرد. در حالی که ببینیم اینجا گوش کنید خندق بکنه این یعنی استراتژی حرب ایرانی ها بود و ببینید که مثلا در
31 ولایت استان ایران اینها اندک کردند تگ کوه. اما شهرهای موشکی، تمام بازی حربی، تمام تکنیکای حربی در زیر کوه قرار دارند و دیگر این سنگر را نمیتوان شکست. آریایی باید بود. یعنی خندق گفتن در زمان ما مثلا آخونده آمدن از چند تا خندق گفتن زیر و از اونجا موشک پرانه میکنن. این میگه انا این از آریایی بودن. خندق گفتن سلمان چی؟ نه آریایی است. تناقض اینجاست که یک عمل نظامی چگونه میتواند در زمان بیاید و خیانت به وطن شود، در زمان دیگه بیاید نشانه بلند بدن آریایی باشه. عجب انصاف داره، عجب برداشت داره، عجب عقل داره. من باز میگم که نمیدونم عقل تو، هوش تو در سرت است یا در پات است. یا هم گفتگیم یا در حال مستی گپ بزنی یا در حال منگ گوشتاسپی یا اینکه تمپراتورت از 40 بالا رفته است. یا دعوای دیگرش گوش میکنیم. ما در عربستان سعودی یگان آموزشگاه، یگان مکتب دینی، یگان کوچه، یگان حکایت، یگان قصه درباره سلمان فارسی نیست. آیا کاین است؟ خب دیدید میگه که نه یگان کوچه نام موندگیان، نه حکایت دربارش، نه فلان است، نه بسم الله. این البته از اون دروغای مبد دروغگو هست، مبد تهمتی است. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی سلمان رو دیدن که در غلامی به سر میبرد یا در بردگی، به سلمان گفتن را به همون خواجه یهودی خودت چی کن؟ مکاتبه. مکاتبه یعنی چی است؟ مکاتبه همون انسانی که برده هست یا به اصطلاح غلام هست، میره به همون سید خودش عقد میبنده که من خودم آزاد میکنم در مقابل فلان قدر مال مثلا یا در مقابل فلان کار. وقتی سلمان با یهودی مکاتبه کرد، او یهودی به سلمان شرط گذاشت که 300 دانه نهال خرما میشنونه که باید همش نهال دهد بعد حساب. و این چنین 40 اوقیه طلا میده. 40 اوقیه به گرم دیدم تقریبا 1244 گرم است. یعنی که 1 کیلو 244 گرم. خلاصه سلمان باید که 1 کیلو 200 گرم زیادتر طلا به اون یهودی میداد تا اینکه خودش آزاد کند. و شرط دومش این همون 300 نهال خرما هست که شرطش میگه که میشنونی فقط به شرطی که میوه دهد بعد آزاد میشه. بعد به پیامبر صلی الله علیه و آله اومد گفت، پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن صحابه رو جمع کردن گفتن که برادرتون کمک کنه که آزاد شود ازش. خیلی صحابه آوردن که اینش طلا آوردن، چی آوردن، خیلی یاردمش کردن. بعد پیامبر گفتن که در مسئله خرما باشد رو تو اونجا همون یعنی که آبره یا اینکه آب چاه برای کو تو اینکه هم آبیاری چی میشه نمیشه چاهی فقیر میگن. سلمان رفت، صحابه با رفتن برای کمک کردن برای کفتن اون چاه کفته شد. گفتم فقط اینکه وقتی نهال شنوندم من فریاد کن. پیامبر صلی الله علیه و آله فریاد کرد وقتی نهال شنوندن تمام 300 نهال پیامبر به دست خودشون شنوندن. و این بیهقی هم در کتاب دلائل النبوه آورده است، این معجزه های پیامبر صلی الله علیه و آله که همه اون در همون سال میوه داد. و بعد یک صحابی دیگر اومد مثل یک تخم مرغ برای پیامبر چی داد؟ طلا داد که این برای سلمان تو اینکه چی کنه. سلمان گفت خب 40 اوقیه از این چی میشه این تخم، یعنی که خیلی چی است. گفتن تو اینا گیر بعد ان شاء الله با الله تعالی آسان میکنن. خب اینجا ببینید این نوارا تا حالا این باغ زنده هست. في زيارة لبئر الفقير أحد الآبار النبوية التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الفقير تعني التفقير وهو حفر الأرض لغرس فسائل النخل. وتسمى بئر الفقير أيضا بئر سلمان الفارسي، وبجوارها مزرعة سلمان الفارسي الشهيرة التي غرس النبي صلى الله عليه وسلم 300 فسيلة من أجل عتق سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. القصة شهيرة في السيرة النبوية. طلبه دروغگو این نوار تمام حاجی هایی که میرن اینجا زیارت میکنن حالا به نام باغ سلمان مشهور است یا چاه فقیر مشهور است که تا حالا خرما اونجا یعنی که نزدیکش خرما هست، خرمازار است، نخلستان است. و این چاه تا حالا همچون آثار یا که اثر همچون به نام خانه سلمان و باغ سلمان مشهور است. خدا رحمت کنه. یعنی این کاری که مسلمان به یک شخص غریبی که از بلاد فارس آمد گرفتن پول جمع کردن دادن و از وی آزاد کردن از غلامی، هم برای نشاندن خرما نهال خرما کمکش کردن، همه طرف او رو دستگیری کردن. این است ویژگی اسلام که ملت پرستی نژاد پرستی ندارد. یعنی برای اسلام تو کافی است که فرزند آدم باشه، سیاهی، سفیدی، فارسی، عربی، عجمی، ترکی، این فرق نداره براش. پیامبر صلی الله علیه و آله اینا
یک نمونه بزرگ برای امت گذاشته رفتن و نشون دادن با همین چیز. یعنی از صحابه قریشی به سلمان چی علاقه دارد، لیکن اومد دلش سوخت برای اینکه جوان از چی آزاد کنه. لیکن این هم یک طرف یه نکته جالب است، بزرگی و عظمت محمد صلی الله علیه و سلم است. محمد صلی الله علیه و سلم حاکم مدینه بود، حاکم سیاسی بود، حاکم روحی اونها بود، معنوی اونها بود. میتونست که یهودی مجبور کنه یا مثلا شخصی از مقامات رو فرستاد بالا و فشار بیارن تا اینکه سلمان آزادیش امضا کنه. بله، اما این کارو نکرد سلمان رضی الله پیامبر صلی الله علیه و یعنی جوانمردی رو پیامبر در همه حالت رعایت میکرد، چون با یهود عهد بسته بودن پیامبر که مال شما حفظ میشود، آبروی شما حفظ میشود مادامی که شما همین عهدنامه‌ای که با ما بسته رعایت کنید. بنابراین پیامبر زوری را استفاده نبرد. سلمان که از اون یهودی مثلا یهودی که در مدینه به مراتب برای پیامبر عزیزتر بود، لیکن بازم برای این پیامبر عهدی که با اون یهودا داشتن ویران نکرد. یعنی این عکس دیدید که یعنی حالا تا حالا هست میرن زیارت میکنن. یعنی اینجا هم معجزه پیامبر معلوم شد، هم بستگی اصحاب پیامبر نوابسته از نژاد و ملت و قوم و قبیله. یعنی پیامبر توانستن با این معجزه خود ملت قبیله گرایی رو در عرب شکنن و به شکل اون ملت گرایی رو بین ملت های دنیا شکنن. دوم چیزی که در مدینه هست، یعنی خودت همین چی گفتی نام این جنگه؟ نبرد خندق است. خندق نه، خندق. باز میگیم تکرار شدم. در این جایی که جنگ خندق شد تا حالا مسجد به نام سلمان است که اینجا دیده شده و هر حاجی که میرد مدینه رو زیارت بکنه حتما ببرن در این منطقه که به نام سبع المساجد، 7 مسجد مشهور است و یکی از این 7 مسجد مسجد سلمان فارسی است. مسجد یگون صحابی قریشی نه، یگون صحابی انصاری نه، یگون صحابی اوسی نه، یگون صحابی دیگه نه، بلکه مسجد به نام یک فارسی که اومد دین برای اینکه دین خودش پیدا کنه، حقیقت رو پیدا کنه. یعنی این دیگر اگر این هم بستگی نباشه، این دین حق نباشد، این دینی که بالا از نژاد و بالا از ملت رنگ و پوست نباشد، چی هستی که پیامبر صلی الله علیه و آله اینو اثبات کردن. اولا ما مسلمانان تا حال میریم اونجا زیارت میکنیم فقط برای اون که سلمان فارسی رضی الله عنه در اونجا یک ایده داد، یک فکری داد که مسلمانان رو از هجوم کفار نجات داد. این دروغ گفت که اونجا نه نام کوچه است نه خیابان. در عربستان سعودی یگان آموزشگاه، یگان مکتب دینی، یگان کوچه درباره سلمان فارسی نیست. این عکس رو ببینید، شارع سلمان الفارسی. این در یکی از شهرهای عربستان سعودی هست. یگان کوچه درباره سلمان فارسی نیست. یعنی این دیومش باز ببینید که اینجا کوچه به نام سلمان فارسی است. اینم در یکی از شهرهای عربستان سعودی. و اینجا یک مثال اینجا از کویت هم است، از دیگه دولت‌های عربی هم هست. یگان کوچه درباره سلمان فارسی نیست. یا مثلا می‌بینید که کوچه سلمان فارسی در مدینه منوره چه خیلی دیده شد اینجا. در عربستان سعودی یگان آموزشگاه، یگان مکتب دینی درباره سلمان فارسی نیست. من مدرسه سلمان فارسی خاصه، یعنی که یک شخصی مدرسه مکتبی خاصی خود رو میگشاید و نامش رو با سلمان فارسی گذاشته است، دیده شد اینجا. در عربستان سعودی یگان آموزشگاه درباره سلمان فارسی نیست. یا مثلا عنوان مدرسه سلمان فارسی در شارقه، در شارجه، یعنی در تمام دولت‌های عربی این چیز هست. یا مدرسه سلمان فارسی در ابتدایی در منطقه قدیه، مسجد سلمان فارسی دیده شد اینجا و به همین شکل. یعنی با اینجا مثال ها میتونیم که ده ها شاید صدها مثال بریم که یعنی یگان شهر در عربستان سعودی نیست که نام سلمان نداشته باشد، یا یگان شهر در دولت‌های خلیج نشین عربی نیست که این میشه، یا اون دولت‌های عربی. به شکل هم این دروغ شاخداری طلبک بای است که بخواهد شأن سلمان رو پایین برد، لیکن شأن سلمان بالاتر از اون است که شخص مثل تو به دهان اندازد. تو اصلا حق نداری نام سلمان رو به دهان بیاری. اگر به دهان آوردن شدی هم به طبق دین خودت با طهارت کن، بعد سلمان رو نامش بیار. غسل برشتم یاد داری؟ یا یادآور کنم تو رو؟ انشالله حتما یک برنامه خاص درباره غسل برشتم بشود که اونجا 7 کدال 7 چخوری میکنن، در داخل آن با پیشابی که غسل میکند، از اینش به اینش، از اینش به اینش، از اینش. هر یک زردشتی باید در طول عمر خودش یک بار همین غسل به جا بیاره. تو باید همین مراسم رو به جا بیاری، بعد نام سلمان فارسی رو گیری. یک تهمت شاخدار دیگرش این است که اومد گفت که مردم زردشتی در ایران گفت اگر 100 سوم
پول کار میکنن 40 سومشو باید به دولت همچون جزیه میپرداختن. 1300 سال انداز میسپردن برای زردشتی بودن ایرانی ها. در عصر 19 این انداز برداشته شد. یعنی اگر شما 100 سومانی میگرفتی، اگر زردشتی باشی 40 سومانی انداز میدادی به دولت. در کدام کتاب دیدی؟ کدام فقه، کدام عالم این چنین فتوا داده است؟ در کجا است که 40% مال انسان همچون جزیه گرفته شود؟ در حالی که ما در اون حلقه‌های گذشته درباره این چیزا صحبت کرده بودیم که از یک دینار که عبارت از 4.25 گرم تا 4 دینار میگرفتن وابسته به شرایط انسان. از جزیه زنها معاف بودن، کودکان معاف بودن، پیرانسالا معاف بودن، انسان معیوب معاف بودن. فقط انسان سالمی که کار کرده میتواند از همون جزیه میگرفت. اگر شرایطش وزدین باشد یک جزیه میداد، بالاتر 2 جزیه، بالاتر 3 جزیه، اول بالاتر 4 جزیه که اگر 4 دینار که برابری گفتیم به تقریبا 17 گرم طلا میشود. 17 گرم طلا سالانه میدادن. در مقابل این از خدمت حربی معاف میشد. در حالی که مسلمانان زکات هم میدادن، خراج هم میدادن، اینم میدادن، همش میدادن، باز علاوه بر این خدمت میکردن در دولت، یعنی که وطن خودشون حمایت میکردن. اینها رو مسلمانان حمایت میکنن در مقابل همین پول. بازم گفتم که بین اگر زردشتی میلیون درهم دینار هم داشته باشد 4 دینار میداد. اما اگر مسلمان میلیون دینار داشته باشد اگر زکاتش 2.5% همین است. یعنی که 25000 دینار مسلمان برای که زکات دید. 25000 دیناری مسلمان کجای سالانه؟ 4 دینار زردشتی پولدار کجا است؟ بنابراین انصاف چیزی خوب است. طلبک باش، دروغ نگو، تهمت نکن. هر چی میگه سرچشمه بیار. من تو بارها گفتم که سرچشمه بیار. کدام فقه این چیز آورده است؟ در کدام فقه اسلامی آمده است؟ کدام عالم اینجا بزرگ است؟ خوب میشه که در اون صفحات این جوابشو نویسیم. ما منتظر جواب است. طلبکوف افتخار به گذشته، افتخار به وطن، دوست داشتن وطن چیزی مهم است، چیزی خوب است، زیبا است، لیکن 2 شرط باشد. دانش باشد، انصاف باشد. تو نه دانش داری نه انصاف داری. بنابراین اینقدر راست دروغ گرد دروغی شاخدار آوردی که پای پرتناقض آوردی. بنابراین دانش گیر، بعد انصاف یاد گیر. من اینجا با دلیل ها اثبات کردم که چقدر تو ناانصاف هستی در حق چی در حق سلمان فارسی، چی در حق همه زرتشتی که جزیه میدادن و چی در حق مثلا زبان ندانستن. این مثلا نشانه بی‌دانشی است. یا رستم با این رستم آمیخته کردند. اگر جواب داشتش ما انتظار است. فقط با علم، با دانش، با سرچشمه. مادامی که علم و دانش نداری وعظ نکن، هنگس نکن، سر خم کن. گفته خدا کتاب خوان، بعد برو مردم معلومات پیشنهاد کن.